سلام به شما نازنینان، هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. من پروا هستم و امشب در یک مهمان بسیار عزیز دارم. در خدمت دوست نازنینم نسیم جون هستم از استرالیا. واقعا خیلی خوشحالم. بعد میگم که چطوری ما هم دیگه رو پیدا کردیم بعد 20 سال. فعلا خودشون معرفی بکنن تا بعد به این قسمت هم برسیم. بفرما نسیم جون. مرسی پروا جون، قربونت برم. منم سلام میکنم به همگی، همه کسایی که دارن فالو میکنم و ما رو میبینن. خیلی خوشحالم. منم ذوق داشتم امروز که بعد از مدت ها با پروا جون داریم یه جورایی رو در رو با هم دیگه صحبت میکنیم. آره، خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو بر من گذاشتید. خواهش میکنم. واقعا سرنوشت رو نگاه کنید. شما رفتید استرالیا، ما اومدیم آمریکا، بعد این کار مشترک ما رو به هم دیگه رسوند. کو به کو نمیرسه، آدم به آدم میرسه. واقعا قضیهش همینه ها. دقیقا همینطوره. خب، اتفاقا خیلی سوخ کردم وقتی پیدات کردم اونجا. گفتم آشنا پیدا کردم. واقعا خیلی خوشحالم که با همدیگه دوباره همکار هستیم، دوست هستیم و میتونیم از همدیگه خیلی کمک بگیریم و باعث پیشرفت همدیگه بشیم. انشالله. من مرسی. یه مقدار راجع خودم صحبت بکنم که چند وقت اینجا هستم. همونطور که گفتم من پروا هستم و به مدت 17 ساله که به همراه پسرم و همسرم در شیکاگو زندگی میکنیم. من کار اصلیم اسکینکر هست، استتیشن هستم و بیزنس خودم رو دارم. ولی خب یه 7 ماهی هم هستش که وارد بیزنس آنلاین شدم و خدا رو شکر خیلی راضی هستم. یک اتفاقی افتاد که برای من تصمیم گرفتم که تو این کار بیام. یعنی این کووید که پیش اومد کلا بیزینس من تعطیل شد و به خاطر اون شرایط من کلا کلاینتامو همه رو از دست دادم. دوباره از صفر شروع کردم. ولی میخواستم در کنار کار اصلیم یک کار دیگه کاملا متفاوت شروع کنم و دوست داشتم که با کامپیوتر باشه، دوست داشتم آنلاین باشه، ولی واقعا نمیدونستم چی کار بکنم تا اینکه یک ادی رو دیدم و زندگی منو کلا جهتش عوض کرد و به صورت پارت تایم الان دارم این کار رو انجام میدم. واقعا راضی هستم. خدا رو شکر از همین که پارت تایم روزی 2-3 ساعت کار میکنم، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، نتایج خیلی خوبی داره برای من. حالا شما نسیم جون بگو چطور وارد بیزنس شدی؟ قبل از این چی کار میکنی؟ چند وقت هستی؟ منم پروا جون الان ما 11 ساله که دیگه وارد استرالیا شدیم همراه با همسرم و 3 فرزندم. دیگه ما از وقتی که اومدیم خب همطور که هم میدونن واقعا به اصطلاح برای مهاجرا یه تثبیت موقعیت مالی، مخصوصا توی سنی که من اومدم و بچه ها دیگه نوجوان بودن و اینا، خیلی کار آسونی نبود. چندین دوره های مختلف و فلان اینا بالاخره گذروندیم که جای مشغول کار بشیم. به هر حال من در حال حاضر با به اصطلاح افراد دیسیبل و دارای معلولیت کار میکنم. کارم هم دوست دارم، یه جورایی واقعا ریواردینگه، ولی مشکلات خودش رو هم داره به هر حال. یعنی کاری هستش که اولا که ثبات کار که واقعا توی این شرایط این دوره نمیتونی واقعا مطمئن باشی که همیشه این کار رو داری و یه ثباتی داره یا نه. بعد به مرور ممکن از نظر فیزیکی برات به هر حال مسائل رو ایجاد بکنه. من اتفاقا گوشه ذهنم همش یه چیزی بود که باید یه کار دیگه هم یه جور دیگه پیدا بکنم، ولی حقیقتش اصلاً کار دیجیتال مارکتینگ اولویت اول من نبود. یعنی من اصلاً فکر نمی کردم که به این کار رو بیارم. همینجوری که هی من سرچ می کردم، برای جای مختلف اپلای می کردم. البته اینو بگم که ما اصلا همسر از وقتی که اومدیم خب میدونستیم که این دیجیتال مارکتینگ داره رونق پیدا میکنه. یه مقداری جستجو راجبش کرده بودیم، مخصوصا که پسر جوان دارم، اون خیلی اهل اینا هست و خودش هم دوست داشت که اصلا یه بیزنس آنلاینی هم برای خودش شروع بکنه و حقیقتا چند ماهی هم هست که برای خودش یه چیزی رو شروع کرده، اون یک کار دیگه است. ولی میدیدم که چقدر مشکلات داره. یعنی باید تو چقدر چی میگن
اولا که اون هزینه های خیلی زیادی کرد برای که اون به اصطلاح بیزنس کوچیکی که خودش میخواست راه بندازه، و بعد اینکه اصلا فکر بکنی که خب حالا تو میخوای بیزنس شروع بکنیم، چه محصولی میخوای بفروشی که خوب باشه، دست زیاد نباشه، بازارش گرم باشه، فلان. به هر حال خیلی خیلی چیزا رو باید در نظر میگرفتیم. برای همین من اصلا گفتم نه اون که اصلا کار من نیست، گذاشته بودم کنار. ولی همینطور که میگی منم عدی رو دیدم و بعد البته من 2 سال پیش همون خانم رو دیدم با همون عد، دقیقا همون چیزی که تو فکرم بود. نه اینکه بخوام بدبین باشم یا فکر کنم اسکمه، نه اصلا خلوص اون خانم خیلی روم تاثیر گذاشت. ولی گفتم من این کار نیستم، یعنی پیش خودم گفتم که نه بابا، الان اصلا یعنی شرایط اون موقع فکر این که اصلا دنبال کار دیگه هم باشم نبودم حقیقتش. بعد گفتم که نه بابا، من حالا یه کاری رو پیدا کردم، حالا به همین سرم گرمه و اینا. بعد خب میبینید دیگه واقعا با این مسائلی که تو دنیا داره پیش میاد، هزینه‌های بالا که روز به روز داره بیشتر میشه واقعا، و مخصوصا که چند تا جوون داری که به هر حال اینا، ما اومدیم توی کشوری که میخوایم اینا واقعا از امکانات و این چیزا استفاده بکنن. بعد فکرم که نباید یه کاری کرد. دوباره تصادفاً همون عدو دیدم با همون خانم دیگه. اصلا من یعنی بگم قانون جذب کار خوش نکردم، یعنی این بار دیگه مکس نکردم. گفتم من باید برم ازشون بپرسم جریان چیه و چیز بکنم، صحبت بکنم. طوری که من همسرم همیشه بهم میگه که تو خیلی سریع و احساساتی تصمیم میگیری اینا. گفتم که تا الان وقت تلف کردم بسه، باید فوراً باید شروع کنم. رفتم و اطلاعاتو گرفتم و ظرف 2 هفته اینا، یعنی دیگه گفتم وقت تلف کردم بس، یعنی اینقدر. بعد میخوام حالا اینو بگم در این حال که چون بیزینس های دیگه آنلاین رو واقعا در جریانش بودم که چه شرایطی رو داره و چه جوریه، با چی میگن یه جورایی ذوق زده شدم با این همه امکانات و این همه اپورتونیتی که این بیزینس میتونه داشته باشه، یعنی در مقایسه با بیزنس های آنلاین دیگه. به خاطر همین بود که من خیلی اولویتاشو خیلی زود فهمیدم و مثلا دیدم که خب خیلی چیزا، خیلی مسیر فراهمه، خیلی زیاد، خیلی از اون تلاشایی که من اول باید بکنم برای پا گرفتن نمیخواد، آلردی اینا تامین شده است. پس دیگه حالا همت خودمه که چجوری بذارم و شروع بکنم. این شد که دیگه مکس نکردم. انجام دادی، واقعا بهترین کاره. به قول شما این بیزینس با بیزینس های آنلاین دیگه خیلی فرق میکنه. من یه کلاینتی دارم و ایشون، حالا نمیخوام بگم که کار آمازون بده، ولی هر کاری یک مزایایی داره، یک معایبی هم داره. ولی کاری که ایشون میکنن، میگفت یه سری چیزا رو باید حتما توی اون پیجی که در واقع رنت کردن از آمازون یه پولی بابت اون میدن و بعد بابت محصولاتی هم که میفروشه فقط 3% بهشون کامیشن میده. میگه شاید مثلا $2 $3 روی هر فروشی پول بگیرم. این خیلی کوچیکه. چقدر باید بفروشه تا بتونه؟ خیلی زحمت داره، خیلی سخته. یعنی خیلی ببینم دیگه، میگه شاید نهایتا ماهی $120 $130 انقدر گیرم بیاد. واقعا یعنی اینجور بیزنس ها راحت نیستش. ولی خب خدا را شکر بیزنس اینطوری نیست. حالا دوست داری راجع به این قضیه صحبت بکنی که چه دستاوردهایی داریم، چطوری هست؟ آره حقیقتش اولا که میگم واقعا من چیزی که بلا فاصله تا بعد از اینکه اطلاعات اولیه رو گرفتم انگیزه منو قوی تر کرد، این که این محصولات در واقع هلت پروداکت هن و اصلا میدونستم راجع به اثراتی که این دستگاه میتونه داشته باشه و این محصولات میتونه داشته باشه. بنابراین فکر کردم که چرا نگیرم و از خودم استفاده نکنم، اصلا فامیلی استفاده نکنیم. و اون به اصطلاح جرقه اول بود توی ذهن خودم. بعد از اونم که واقعا همینطور که رفتم جلو کار، ساپورت کوچم، منتورم، همگروهی ها که واقعا
چطور با همدیگه به هر حال تبادل افکار میکنن، چطور تجرباتشون در اختیار همدیگه میذارن، چیزی که خب واقعا نمیبینی، چون معمولا خب تو آنلاین بیزنس هر کسی برای خودش داره کار میکنه و سرش به کار خودش، نه با کسی. آره دیگه، اصلا بیشتر رقابت. آره و اصلا با کسی دیگه ای در تماس نیستی دیگه، خودت بفروشی و هر کاری کنی. ولی خب واقعا اولا احساس کردم که توی تیم بزرگی قرار گرفتیم، چقدر ساپورت داریم، چقدر دوست آشنا داریم. الان من برم شیکاگو پرواز هست. آره و چی میگن، گرفت منو همینطوری بیشتر گرفت و میدیدم خب همه تعریف میکنن، ولی واقعا وقتی واردش میشی کم کم احساسش میکنی. بعد واقعا همین که گفتی، خب اولا که درآمدهای خوبی که به اصطلاح میتونه آدم به مرور کسب بکنه و خب همینجا هم میگم همه چی از ابتدا نیست، از ابتدا آدم به درآمد خوب نمیرسه، ولی به هر حال باید تلاش کرد، هیچ کاری آسون نیست، چون بیزنس به هر حال روز اول هیچ بیزنسی درآمدزایی نداره. بیزنس از روز اول همه اینا به وجود نمیاد. و بعد دیگه نکته خیلی مهم دیگهش که فکر کنم برای همه واقعا یه جورایی یه چیز برگ برنده هست، همون مسئله بازنشستگیه. لااقل بعد از چند سال که کار بکنی میتونی که مطمئن باشی که یک درآمد ثابت خوبی رو، قابل قبولی رو به عنوان بازنشستگی داری. خواستی بیزنس هم ادامه میدی و به هر حال درآمد اضافه تر، ولی لااقل میدونی که در آینده تامین هستی. اون فکر میکنم که بخش مهمترین بخشش، چون من فکر میکنم که بیزنس های دیگه باید همیشه رام باشه. تو به هر حال بیزنس های آنلاین منظورم هست، به هر حال نمیتونی اون درآمد بازنشستگی رو برای خودت به اصطلاح داشته باشی و خیالت از اون بابت راحت باشه. حالا دیگه خودت میدونی، اگه هم خواستی صحبت کن، پوانای مثبت دیگه هم زیاد داره. اینجاست که وقتی که وارد دوره آزمایشی شدم، اول وبینار رو دیدم، بعد بلافاصله وارد دوره آزمایشی شدم، چون دوست داشتم ببینم که خب با چه محصولاتی من آشنا میشم، با چه کمپانی به کار بکنم، یعنی پارتنر من کی هستش. واقعا برام خیلی مهم بود. برای همین $149 رو سریع دادم بعد از دیدن وبینار و با محصولات آشنا شدم. و تازه اونجا من فهمیدم که ما این پسیو اینکام یا بازنشستگی که میگیم داریم. تا اون من نمیدونستم، چون مال من خبری نداشتم، اطلاعی نداشتم. و خیلی خوبه که یعنی شما اون رفاه و آرامش و توانمندی و دوران بازنشستگی داشته باشی، چون این قسمت خیلی مهمه. وقتی که ما سنمون بالاتر میره بازنشسته میشیم، به ما پولی به اون صورت داده نمیشه. این همه که مالیات میدیم، این همه تکس میدیم، برامون در دوره بازنشستگی واقعا چیزی بر نمیگرده. خیلی دوره هستش که ما باید خیلی خیالمون راحت باشه، ولی همه دغدغه داریم، یه استرسایی داریم که خدا نکرده اتفاقی پیش بیاد چطوری از آتش بر بیام. این گرونی‌های هم که در پیش هست، خب دوره بازنشستگی قطعا خیلی بد خواهد بود. ولی با این کار واقعا من میگم اون آرامش و رفاه و توانمندی که واقعا دلم میخواد رو توی این بیزنس میبینم و به همه توصیه میکنم که اگر واقعا دوست دارید از این شرایطی که هستید ناراضی هستین، حرکت کنید. جیم ران میگه تو درخت نیستی، از جایی که وایسادی راضی نیستی حرکت کن، جا تو عوض بکن. ما که درخت نیستیم، یعنی یه جا ریشه ببندیم. میتونیم موقعیت‌های مختلف رو واقعا امتحان بکنیم، تجربه بکنیم، فقط نترسیم. این ریسک پذیری خیلی مهمه که یه مقدار ما ریسک بکنیم، بدونیم که چیزهای بهتری در انتظارمون هست. این خیلی مهمه. همینطوری که میگی پرواز جان، به نظر من خودم زمانی که اون $149 رو دادم، حقیقت اصلا احساس ریسک هم نداشتم، برای که گفتم این 30 روزه نخواستم برمیگرده. همینجور که بقیه دوستانم گفتن، یه شام میری بیرون میخوری 100 خورده $1 باید بدی. ولی خب بعد از اون ممکن آدم فکر کنه که نه، من ممکنه که حالا بعدش بعدا موفق نشم یا چی. همونجور که گفتی احتیاج به تلاش و ممارست داره. من فکر میکنم که انگیزه هر فردی که خب اینجا ما در واقع وای هر کسی رو بهش میگیم، راجبش صحبت میکنیم، خیلی مهمه. یعنی یه جایی هستش که اگر که به همین وضعیت که داری قانع هستی، اوکی، میگه که دیگه همینه، شرایط همینه، حالا خب نه، یعنی اوکی، خب اوکی دیگه. ولی من خودم واقعا یعنی به یه
به یه لحظه به خودم اومدم دیدم که حقیقتش به هر حال ما اینجا اومدیم از زیر صفر شروع کردیم و این به همینجا هم که رسیدیم واقعا خیلی به خودمون افتخار میکنیم، ولی به هر حال ما شهروند درجه 2 هستیم. هر مسئله پیش بیاد ممکنه که ما آسیب پذیرتر از هر کسی دیگه باشیم اینجا، بنابراین باید خودمون رو بیشتر سکیور بکنیم و همجور گفتم الان هزینه ها مخصوصا برای جوونا واقعا برای شروع زندگی فوق العاده بالا رفته. خب اونا هم دارن تلاش خودشونو میکنن، ولی من پیش خودم فکر کردم که خب من هر کاری کردم تا حالا همه چی برای بچه ها کردم، برای بچه ها کردم، نبود بچه ها نبودن من نمیمدم اصلا. ولی پس تا توان دارم الان میتونم کمکشون بکنم به هر نحوی، باید این کارو بکنم، وگرنه وقتی که دیگه بگذره سن من بالاتر بره دیگه کاری از دست من بر نمیاد. پس اون انگیزه خیلی مهمه. نسیم جون، شما گفتی به خاطر عدم سیفتی و سکیور بودن جابمون یا موقعیتمون که هست، این کار خیلی خوبه. این بیزینسی که ما داریم یه جور خودمون کارآفرین هستیم و کارمون تجهیزاتش چیه؟ یه لپتاپ، یه موبایل، میذاریم زیر بغلمون، هر جا که رفتیم با خودمون میبریم. آره دقیقاً همینطوره. من اتفاقا ما خیلی عاشق، من و همسرم خیلی عاشق کمپینگ و مسافرت‌های جاده‌ای و اینا هستیم. اتفاقا هفته پیش که رفته بودیم من داشتم روی همین به اصطلاح بیزنس کار میکردم، برای اولین بار این لپتاپو زدم زیر بغل و بردم و همچین حال کردم. خوبه موبایل لپتاپ ایمپلوی ما هستن. وقتی میگیم سیستم اتوماتد هستش کار میکنه و خوبی این کار همینه که ما به اون صورت، یعنی میگم روزی 2 ساعت 3 ساعت کار میکنیم، بقیهش رو سیستم برامون انجام میده. اینا برده ما هستن، ایمپلوی ما هستن، برامون کار میکنن دیگه. اینش خیلی خوبه. همینطوره. این واقعا پوان خیلی خوبیه که بتونی که خودت منیج کنی، هم به اصطلاح کار روی بیزنس تو خودت دست خودت باشه، هر جا میخوای بری یعنی اون حسی که به آدم میده، میخوام بگم اینا چی میگن جزو ادوانتجای یا پوانای یه بیزینس آنلاین هست، ولی اون حسی که به آدم میده که خب من برای خودم الان تصمیم دارم مثلا امروز این کار بکنم، این کارم در کنارش هست و در ضمنش دارم درآمد کسب میکنم همینجوری، اون حس خیلی خوبیه که امیدوارم واقعا هر کس که یه خورده ذهنش قلقلک میشه یه جورایی بیاد امتحان کنه. یعنی من واقعا فکر میکنم که آره قدرت ریسک پذیریش رو اینقدر هنوز پیدا نکرده که بخواد بیاد و امتحان کنه. من میگم اینجا واقعا بهترین جاست، برای اینکه خب وقتی که ما وبینار رو میبینیم، بعد دوره آزمایش رو شروع میکنیم، اگه خوشمون نیامد خب این $149 ریفاند میشه و برمیگردیم. یک داری امتحان میکنی، با یک کمپانی خیلی خوب دنیا آشنا میشی، بعد کامیشن های خیلی خیلی بالایی که میده با اونها در واقع آشنا میشی که به صورت از جزئیات کارت کلا چطور هست آشنا میشی. خیلی مهمه. بعد هم گذاری خیلی کوچیک انجام میدی و بعد شروع میکنی به ساختن محتوا و مدیریت کردن بیزینست و بعد درآمدزایی. یعنی به همین سادگی هست. شاید گفت ساده منظورم یعنی استپاش ساده است، به هر حال باید ما صبور باشیم. یعنی یه ما راه صد میشناسم و میدونم به خاطر باورهایی که ما داریم، به خاطر اون چیزی که در وجود ما هست، ما هیچ وقت کار غیر قانونی انجام نمیدیم. خیلی‌ها فکر می‌کنن که این کار واقعا کلاهبرداری شیادی، واقعا اینطور نیست. کاری هستش که ما به طور رسمی بیزنس آیدی بین‌المللی دریافت می‌کنیم و بعد در قبال درآمدهایی که داریم ما مالیات پرداخت می‌کنیم. من بابت سال 2023 درآمد داشتم. من 3 هفته پیش فرم مالیاتیم اومد و خب چک کردن همه چیز درسته. حالا دیگه بعد از اون خودم باید بابتش مالیات پرداخت کنم. یعنی به همین راحتی و قشنگی کار بسیار خوب و مخصوصا برای خانمایی که واقعا خونه دار هستن و بچه دارن خیلی خوبه، میتونن در کنار بچه هاشون، خانوادهشون، در واقع ما میخوایم این زمان و فریدم که آزادی بیشتر رو به دست بیاریم. نمیخوایم همش کار. واقعا دیگه اون دوره گذشت، دوره سخت گذشته. واقعا همینطوره. آره
خیلی خوب. به همه مسائل فکر می‌کنم به جزئیات اشاره کردیم. به هر حال خیلی خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما بودم. البته صبح شماست و شب ما. آره، نه واقعا جالبه که ما با هم دیگه هماهنگ کنیم. خیلی خیلی مهمه که لااقل چهره‌های همدیگر از طریق اینترنت آنلاین داریم می‌بینیم. این خیلی خیلی مهمه. درسته. اینم بگم که من و پروا جون دوستان دوران جوونی، همکلاسی، دوره‌های مختلف، خلاصه با هم خیلی خاطرات. خیلی واقعا یاد اون روزها بخیر و امیدوارم که باز هم توی این بیزینس آنلاین با همدیگه خاطرات خیلی خوبی داشته باشیم در کنار همدیگه با کمک همدیگه. و من از شما عزیزان که دارید ما رو تماشا میکنید و یا اینکه در آینده نگاه خواهید کرد و مشتاق هستید که بیزینس ما رو امتحان بکنید، به لینکی که در کامنت میذاریم حتما مراجعه بکنید، اسمتون رو ثبت بکنید یا اینکه دایرکت بدید به ما خودمون این کار براتون انجام میدیم. نسیم جون حرف خاصی نداری در انتها بزنی به عزیزم؟ خیلی ممنونم از تو بازم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتی. بسیار خوشحالم و همین انشالله آرزو میکنم هر کس که تو فکر یه پیشرفتی برای خودش هست لااقل این شهامت رو به خرج بده که آشنا بشه بیشتر با نحوه به اصطلاح کار این بیزینس و بعد تصمیم گیری با خود افراد هست. هر کسی ممکنه که سبک زندگی هر کسی فرق میکنه، ممکنه این کار به درد همه نخوره، مناسب همه نباشه. واقعا خودشون باید آشنایی پیدا بکنن به این بیزنس و بعد تصمیم بگیرن ببینن آیا این به سبک زندگی من و خصوصیات من میخوره یا نه و بعد انشالله که قدم های بعدی رو بردن. تصمیم گیرنده خودتون هستن. من خیلی خوشحال شدم. من هم میخوام به عزیزان این مژده بدم که دفعه دیگه من و نسیم جون با هم دیگه به سوالات مشترکی همه عزیزان میپرسن، سعی میکنیم به اون سوالات پاسخ بدیم و امیدوارم که به سوالاتتون پاسخ داده بشه و منتظرمون باشید. روزگار خوش. خداحافظ. ممنون، متشکرم. خداحافظ همگی. خدا.